حرفای انگلیسی نمیشه دیگه همون رو میفهمی اکانتی خدا تازم به سعودی در ای خب دیگه کار برسه نیم روزی حالم شما خانم بریم کوب لحظن یا سنگته خب پیداریم تو بکر ایچ یکی گیپتر میگیم آخه خب کنه آخه گوده کن آخه تم مخفه نکی ایتینی باید داری افتوی گرد ما از اکشیدمی وای ما ای اول خونی ما که در رایان نزدیک بود در مکتب ما تمام فنار درس میدادن ما در همون زبانی مادری درس میدادن و ماتماتیکا تمام یه چی دیگه زبانی روسی منزه خارجی این خیلی چی مادنه بود تجسمونی این خیلی چی یگان چی یکی کدام وقتی که مالی سپودر مادران میشکو ای روی ما اوچم رحمت میگفتن اوچم رحمت نگفتن ای روی زور علاف درویدنو معلومات دایم رحمت نگفتن تو عرفای معلومات رو میدرویدی نه ای همه ای تمام کدامش که حشر میکن برفتم یک مدروندم علاف درویدن تو تلاش بود نمیشید نمیروندم وای تقدیر می کاش که اول میفهمیدیم بهای پنجم همشه روی ترتیب و انتظام و کارگریم بود این تو خوش روکیه این تو خوش روکیه ماما بابی هر تو پلنگ بابی جانم اصلای ماما جانم قندلاتایه السلام علیکم ماما جان بابی جان سازه احوالاتون سازه تینجا داغه دارم که دروغ باشه چی گفت شنیدی؟ ما ایتنی تو وظیفه خانگی تیار نمیکنیم هم آخی ساز بکنین آخی ما خودم وظیفه خانگی ما تیار کردگیم روزی؟ خواه این روزنامه ما باور نکنیم بینیم بچه خوش آمد کرد آمدازی آخی در مکتب هم خیلی تربیت دادم باباها و ماماها رو گفتن که حرمت کنه گپاشونو بگیره انا برای که شما از اون کشین مو روزنامه ما یه ماه سفر کردم ماما همین نصیحت معلمی زیر روسی تون کرد خب زیر روسی با زیر انگلیسی داشت زنه خب تو روزنامه تید اکه تا چنده ما پر کنی؟ آخی تا این همی 99 پد کردم 99 صد میشه با مهینه صد میشه کو چی میشه؟ آخی 99 یک ماه چند روز میشه؟ 99 روز میشه آخی هیچ شیرینی میدونه همین ماما آخی یا ماه 99 100 روز میشه آخه این همین یا ماه صدم خیلی چی آخی نه یک ماه یک ماه فهمیدم یافتم یک ماه 100 47 روز 47 روز بسد خیلی این خیلی کم کرده 18 روزی نمیشه این همی هم سنی خود رفت دیگه فقط به علف دره باش آی چی گپایه همین فقط کی میکنی مومودا 99 میگم روزی نمیشه 47 میگم با چند که میشه میامو ما در صد چیدم اینترنت کار میکنیم ای با شیر نگاه کن مخی جمع خیلی وای بر حال ایه خیلی کم دیگه چی بدارم کم دازن خیلی مکتب را خیلی ماشی خیلی ماشی دیگه نشینم خیلی چه کنم ای بیمه نیست ای بی کلونا هم خیلی بکنن که باید خیلی میشه یا سنگته بک یه ای بی کلونا همین کلون تیو نه ای بی کلونا اوه معلمی بینی صوفه من میمرم این کاری تو میکنی من میمرم این هنده میرم دیگه من اوهی این مکتب نخونده چی دامد ای با؟ تو نو تو درس نخوندی؟ من دیگه مکتب نمیرم ای وایی نمیرم مکتب نمیرم چون نمیری تو مکتب نرفته میشیده نمیرم دیگه مکتب نمیرم یا تو پلان نمیرم بچه همین خدارون میرم تو میخوندم اگه همه به سوادی به عقلی خودم کم نیست ده چون مکتب نمیری چون نمیری تو مکتب آخه میگم همین به سوادی
کم نیستن نخونده میتونم ننویسته میتونم با معلم من میگی تو انا میگی زنکاک تو بگی قرار بوشی وو بیا جنونه آخر شدم دیوانه ای خاطرت یار جان آخر شدم دیوانه های اینجا بیا مرا بگی ها ترا میگم اینجا بیا خدمت تو ایزان نمیکشی؟ یه بچه کلان شدی 20 سال شد همینجا همسایه زندگی میکنیم تا هم 20 سال که مستی ای اقلا دارم این روز روشن مست نگرد آخه ای بای شرمای ای با فکرم که قطی تو کو سگ بندن کو سگ نمیسته چی گفتی؟ چیزی که فهمیدی تو برای که با جا گفتم اتونی لو بای خیل جوا میگردانم لو بای خیل گب داری؟ قطیم سگ بندن نمیسته گفتی؟ نه نمیسته اینمی از میرم خانه که آچیم خانه تا خواستگاری رو میکنم نگاه کن من تو را اگر خدم نکردم چیزی میگه بگو حالا بس من همین خوازی میرم آچیم خانه تا خواستگاری رو میکنم نیست شوه تا با بگو دینا مسجدم چی کاره نبودی شرمنده شدیم من در حیاتم این دختری همساری یگان چی نمیگفتم داشت بلنگ آنم بزنم طرفش با ما گفتم آچیم خانه تا خواستگاری رو میکنم ایزا رو مردمی روی دختری همسایی دم چی نگاه میکنم گام بزنم رفته بخشش پرسیدن در خوره شرمنده شدیم باش نباش شرمنده شدیم رفته بخشش پرسیدن در خوره ایلاج نیست همسایه همسایه میبخشه همسایه همیشه باور که تو خیلی را بفهمی من دین همین پیون بودم واقعا همین دینی کن همین آدم که عرق خورد که حالش بودم همسایه من در حیاتم طرفش رو بلند گام نمیزدم دین بوداش بلند گاوز تو که مال بیس من تر اوچیم خون تو خواستگاری رو میکنم من تر میگیرم گفتم بخشش همسایه کرد بخشش عذری زیاد که من عرق خوردم من ای کاری که دیگه پشیمونم تا آدمم نبودی نکی چوا؟ او مرده که لاز کرد باید در لازش بیستن